من دارم اولین قسمت 6 تا 6 رو ضبط میکنم. قراره که 6 تا از چیزایی که تو 6 ماه گذشته رو یاد گرفتم تو 6 تا جمله برای شما بگم و بریم تو داستان. های، خب اولین چیزی که یاد گرفتم اینه که هر افکاری که داری قرار نیست به واقعیت تبدیل شه. گاهی اوقات تو سنهای مختلف، تو بازه‌های زمانی مختلف درگیر احساسات مختلفی هستیم که حس میکنیم یه سری چیزا قراره اون شکلی بشن که ما میخوایم، ولی همچین چیزی نیست. چون خیلی از چیزای زندگی دست آدم نیست و آدم فقط باید بپردازه به چیزایی که میتونه کنترل کنه، چون همه چی ممکنه زیر رو بشه. زندگی شبیه یه سکه است، 2 رو داره و هر لحظه ممکنه روی دیگرش رو به شما نشون بده. پس با فکر کردن به آینده خودتون رو اذیت نکنید. دومش اینه که وقتی که با آدمای دورت همخونی نداری، باید ازشون فاصله بگیری و باید به خیالشون بشی، حتی اگه این آدما مادر پدرت باشن و عزیزترین آدمای زندگیت باشن. هر چقدر بعضی از آدما توی زندگی آدم واسه آدم ارزش داشته باشن، ولی وقتی که قطب‌های مختلفی هستین فقط به هم آسیب میزنین. آدم دوست نداره به آدمایی که دوستشون داره آسیب بزنه، پس چه بهتر که این فاصله رو ایجاد کنی. اگه در نظر گرفتن داشتهات نمیتونه ثابت کنه که تو آدم خوشبختی هستی، پس مرور چرخه‌وار نداشتهات و مشکلاتت هم نمیتونه ثابت کنه که تو آدم بدبختی هستی. و این جمله عملا منو نجات داد، چون من یه آدمی هستم که به بهانه واقع نگری خیلی منفی نگرم و آدم رو از درون میخوره و فکر کردن به این که هیچ چیزی نشونه هیچ چیزی نیست همیشه باعث میشه که حس بهتری داشته باشم. چهارم این که اگه همیشه داره خوب پیش میره، قرار نیست که همین جوری ادامه پیدا کنه و هیچ چیزی اینو تضمین نمیکنه، چون توی این زندگی هیچ چیز موندگار نیست. همینطور که شب موندگار نیست، روز موندگار نیست، فصل موندگار نیست، تو این زندگی هیچ چیزی موندگار نیست. پس هیچ چیزی نمیتونه چیز دیگه ای رو تضمین کنه. خوب پیش رفتن چیزی نمیتونه تا ابد خوب بودنش رو، و بعد پیش رفتن چیزی هم نمیتونه تا ابد بد بودنش رو تضمین کنه. یکی از چیزای دیگه ای که خیلی کمکم کرد این بودش که درسته که انتخاب کردن یه سری از چیزا توی زندگی دست تو نبوده. پدر مادرت کیا باشن، اعضای خانواده‌ات کیا باشن، کجا زندگی کنی، به چه زبانی حرف بزنی، نمیدونم چه دینی داشته باشی، درسته که یه سری از چیزا انتخاب تو نبوده، ولی خیلی چیزای دیگه‌ای هست که در مقایسه با اینا قدرتمندترن و انتخاب توه. پس نمیتونی همه چی رو بندازی گردن چیزایی که دست تو نبوده. مثلا دوستات تو میتونه انتخاب کنی، اینکه در آینده چه آدمی باشی رو میتونه انتخاب کنی، اینکه حال حاضر چه آدمی باشی رو میتونه انتخاب کنی، اینکه چه کاری رو انجام بدی توی زندگیت، عاداتت چی باشه، افکارت چی باشه، عملکردت چی باشه. تو میتونی روتین زندگی خودت مشخص کنی، اهداف زندگی تو خودت مشخص کنی و انتخاب کنی که در آینده چی، کجا، با کی و تو چه شرایطی باشی. پس به هوای چیزایی که دست خودتون نبوده تا ابد و در خودتون رو تو همون لحظه، همون ناحیه، همون شرایط نگه ندارید. ساده‌تر بگم، این چیزا رو برای خودتون تبدیل به یه بهونه برای نرسیدن و نشدنتون نکنید. آخرین که برای چیزایی که هنوز اتفاق نیفتادن دلشوره نداشته باشید. یه سری از اون چیزا هیچ وقت توی زندگیتون ممکنه تا ابد و در اتفاق نیفتن، در حالی که تو بابتش اذیت شدی، دلشوره گرفتی، به خودت فشار آوردی، گریه کردی. و چیزی که آزاردهنده است راجع به مسئله اینه که دقیقاً همه اینا به خاطر هیچی بوده. من خودم یه اخلاقی که دارم، اصولاً مرگ عزیزامو تصور میکنم میشم زار گریه میکنم. واقعاً خیلی حرکت مازوخیسم گونه ایه. نکنید با خودتون این کارا رو. خیلی ممنون که این قسمت از 6 تا 6 رو دیدین. خیلی دوست داشتم که این برنامه رو بگیرم، به خاطر اینکه خودم همیشه اینجوریم که ای کاش یکی بود که وقتی تو شرایط سختم، توی مشکلاتم، توی فشارم، چیزایی رو که درسته خیلی چیزا رو آدم خودش میدونه، ولی تو اون فشار و تو اون سختی و تو اون دردها
آدم یادش میره که چه چیزایی رو میدونه و همیشه دلم میخواست که یه چیزی بود، یه روشی بود، یه کسی بود که میتونستم به وسیله اون این چیزا رو توی مغزم پین کنم. واسه همین شروع کردم اینا رو از یه 6 ماه پیش نوشتن توی دفترم و شماره گذاری کردم و بالاش نوشتم به یاد داشته باشی بلکه بتونه اون کار رو برام انجام بده. و الان تصمیم گرفتم که با شما هم در میون بذارم تا شاید بتونه به شما هم کمک کنه. خیلی دوستتون دارم. مرسی که ویدیوی من نگاه میکنید و مرسی که زمان میذارید. امیدوارم که همیشه خدا توی همه شرایط امیدتون رو از دست ندید، به خودتون ایمان داشته باشین و هر کسی هم خلافش رو بهتون گفت بزنید تو دهنش. همین. تا یه قسمت دیگه از 6 در 6. تا یه خورده احساساتی شدم. یه کوچولو احساساتی شدم. بریم تو دفعه 28 بریم تو داستان. راست میگی واقعا منم باید سرماس فاصله بگیرم. ویدیو اینقدر قرضه کرکاتون نه من مشکلم با توه. بچه‌ها مشکلم با مخاطب دیگه نریم ببینیم ویدیوشو قهر کنیم باید. این چیزایی که نسخ داره میکنه. نه این تجربه شخصی. خب اگه تونستین ازشون استفاده کنین و چقدر خوب بهشون نیاز داشتین، چقدر حالی خوشحال میشن. اگه که به دردتون نمیخورد فراموش کنید چی گفتم.